اینکه در این اوقات متاسفانه بین دول اروپا نایره جنگ مشتعل است و ممکن است که این محاربه به حدود سرزمین ما کشیده شود و همچنین نظر به این که روابط ما به حمدالله با دول متخاصمه برقرار است، امر و مقرر می‌فرماییم که جناب مستطاب اجل اشرف افخم اکرم مستوفی الممالک رئیس الوزراء و وزیر داخله فرمان ملوکانه را به فرمانفرمایان و مأموران دولت ابلاغ دارند که دولت ما در این موقع مسلک بی‌طرفی را اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه کماکان حفظ و صیانت می‌نماید. این اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول که 13 روز بعد از آغاز جنگ جهانی توسط احمدشاه در نطق افتتاحیه مجلس سوم شورای ملی خونده شد. در دقایق آتی میخوایم ببینیم که این اعلام بی‌طرفی ایران اصلا چقدر جدی گرفته شد از سوی دولت‌های خارجی و در آخر هم میخوایم ببینیم که این جنگ چه کرد با تن خسته و رنجور سرزمینمون ایران. دوستان من سلام، من هانیا و اینجا تاریخ گرامه. بریم سراغ ویدیو. قبل از هر چیز منابع ویدیو تو قسمت دیسکریپشن نوشته شده است و من یه ویدیو تهیه کردم قبل این در مورد جنگ جهانی اول که اطلاعات جالبی از این جنگ بهتون میده و بهتره که اول اونو مشاهده بفرمایید که ببینید اصلا جنگی که به ایران کشیده شد چطور جنگی بود. بسیار عالی، بریم سراغ داستان. در چه تاریخی هستیم؟ اوایل تابستان 1293 شمسی. تاج پادشاهی هنوز بر سر احمدشاه آروم نگرفته و دولت مشروطه هم با مشکلات داخلی دست به گریبانه که جنگ بزرگ بین دولت‌های اروپایی شروع میشه و اتفاقاً کشورهایی در این جنگ بزرگ شرکت دارن که با ایران رابطه مستقیم دارن، مثل روسیه و انگلیس. روسیه و انگلیس از سالهای قبل از ضعف اقتصادی و سوء مدیریت در ایران سوء استفاده داشتن میکردن و داشتن کلا ایران رو چپ و ول میکردن. وام میدادن به ایران برای تامین بودجه کشور و ازش امتیاز میگرفتن. امتیاز تلگراف، کشتیرانی، نفت و خیلی از امتیازات دیگه همینطوری داده شد بهشون. تازه این امتیازاتی هم که میگرفتن کمشون بود. روسیه و انگلیس گفتن اصلا دیگه بیا کشور رو بین خودمون تقسیم کنیم دیگه، ما خودمون دوتایی. و این کار رو هم کردن، واقعا این کار کردن. قرارداد 1907 که بین روسیه و انگلیس امضا میشه ایران رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. روسیه میگه که شمال ایران به مرزهای من نزدیکتره، شمال ایران مال من. انگلیس هم میگه که جنوب ایران که هم به مستعمره من هند نزدیکتره و هم نفت ایران هم که کلا مال منه اونم تو جنوبه، جنوب ایران باشه مال من و اون وسط ایران یک منطقه بی‌طرف میمونه. اینطوری کردن با اینا. تازه این 7 سال قبل از شروع جنگ جهانیه، یعنی اون موقع شرایط ایران اونقدر داغون بود که کشور رو کلا خارجی‌ها بین خودشون تقسیم میکردن. هر چی جلوتر میرفت شرایط وخیم‌تر میشد. تقریبا 2 هفته از آغاز جنگ جهانی اول گذشته بود و دیگه تقریبا اکثر قدرت‌های بزرگ اروپا وارد این جنگ شده بودن. ایران میگفت که من بی‌طرفم، اصلا بی‌طرفم، باید باقی بمونم، به نفع هر کدوم از این قدرت‌ها که من وارد جنگ بشم به ضرر خودمه. اگه مقابل روسیه و انگلیس قرار بگیرم، یعنی طرف آلمان رو بگیرم، خب قرارداد 1907 ایران تقسیم شده بود به 3 منطقه. منافع ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شده بود. ایران میگفت اگر من مقابل روسیه و انگلیس قرار بگیرم ممکنه اینا کلا خاک ایران رو تجزیه بکنن و بچسبونن اصلا به کشور خودشون بخشایی از ایران رو و دیگه چیزی از ایران باقی نمونه در جغرافیای جهانی. از اون برم میگفتن اگر ما طرف روسیه و انگلیس وایسیم، یعنی در مقابل آلمان وایسیم، آلمان هم واسه خودش یه قدرت برتر بود، هم از نظر نظامی هم از نظر صنعتی. عثمانی هم یه امپراتوری بزرگ بود بالاخره که پشت آلمان بود.
ایران میگفت که من اگه مقابل این قدرت‌های برترم وایسم خب ممکنه اینا هم مثلا منو داغون کنن. بسیار ضعیف بود ایران دیگه، اصلا نمیتونست، باید بی‌طرف باقی میمون. خب بی‌طرف باقی مون اما خیلی جدی نگرفتنش. عملاً در بحبوحه جنگ جهانی، یعنی در وسطاش، روسیه و انگلیس نشستن، با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، نشستن دوباره با هم یه قرارداد امضا کردن. قرارداد 1915. توی قرارداد 1907 یه قسمت از ایران بود که بی‌طرف مونده بود. اونو هم بین خودشون تقسیم کردن. چرا اصلا جدی گرفته نمیشد این اعلام بی‌طرفی ایران از سوی دولت‌های خارجی؟ یه دلیلش موقعیت جغرافیایی ایران بود. ایران از یه طرف با روسیه هم مرز بود، از یه طرف با هند هم مرز بود که مستعمره انگلیس بود، از یه طرف هم با خود عثمانی هم مرز بود. یعنی این قدرت‌های بزرگی که توی جنگ جهانی اول رول‌های اصلی رو تقریبا داشتن بازی می‌کردن، ایران با اینا هم مرز بود. یعنی اصلا دیگه دست خودش نبود، کشیده میشد به جنگ. جبر جغرافیایی بود در واقع. یه مثلا نفت بود، نفتی که ایران داشت. اروپا توی ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم که در آستانه جنگ جهانی اول صنعتش به شدت گسترش پیدا کرده بود و این صنعت نیاز داشت به نفت و همه این کشورها یکی از هدفهاشون دسترسی به نفت ایران بود. واسه همین اصلا توجه نمی‌کرد، اصلا گوش نمی‌کردن به اعلام بی‌طرفی ایران، دنبال منافع خودشون بودن. عثمانی زمانی که میخواست بیاد به ایران بره با روسیه بجنگه، به خاطر اینکه نیروهای روس تو شمال ایران مستقر بودن، عثمانی میخواست بیاد بره با اینا بجنگه. ایران جلوی عثمانی وایساد، گفت ببین ما بی‌طرفیم، ما اعلام بی‌طرفی کردیم، شما نمیتونی وارد ایران بشی. عثمانی هم گفت شما بی‌طرفین، پس این نیروهای روسیه تو کشور شما چیکار میکنن؟ ایران خب گفت چیکار کنم؟ رفت پیش روسیه. بهش گفت ببین عثمانی اینطوری میگه، میخواد بیاد حمله کنه، کشور ما هم میخواد بیاد داغون میشه کشورمون، شما لطفاً این نیروهاتو وردار ببر تو کشور خودت. روسیه هم گفت ببرم تو کشور خودم یعنی چی؟ ما اصلا قرارداد داریم، شمال ایران مال ماست، تازه الان من ببرم اصلا نیروهامو ببرم، جا باز میشه برای انگلیس، جنوب که مال انگلیسه، میاد شمالم میگیره. نه من اصلا نمیرم، نیروهامو نمیبرم، میمونم. موندن و واقعا در ایران و عثمانی هم این حرکت رو عدم در واقع بی‌طرفی ایران قلمداد کرد و حمله کرد به نیروهای روسیه و غرب و شمال غرب ایران تبدیل شد به میدان نبرد روسیه و عثمانی. اینجا همراه من بودین یعنی از ویدیوم خوشتون اومده، پس همین الان ویدیومو لایک کنین و بریم سراغ ادامه داستان. بسیار عالی. کجای داستان بودیم؟ جنگ جهانی اول شروع شد و ایران دیگه تبدیل شده بود به یک هدف مهم برای کشورهای درگیر در این جنگ و اصلا اومدن توی ایران دیگه. انگلیس نیروهاشو مستقر کرد در شهرهای جنوبی، بوشهر، خوزستان، نیروهای انگلیس اینجا مستقر بودن. روسیه هم همین کار کرد، از بندرانزلی تا اصفهان نیروهای روسیه مستقر بودن. در غرب کشورم عثمانی این کارو کرد، یعنی از مرزهای غربی نیروهای عثمانی مستقر شدن، اومدن جلو تا همدان و تو کشور دیگه با هم می‌جنگیدن، اصلا میدون نبرد اینا شده بود. هر کدوم از اینا هم یه هدف جدا داشتن برای شرکت در این جنگ. روسیه و انگلیس به عنوان قدرت‌های برتر صاحب نفوذ در ایران دلشون نمیخواست که دشمناشون وارد ایران بشن و منافع اونا رو به خطر بندازن. آلمان و عثمانی هم هدفشون تخریب راه‌های ارتباطی و آسیب رسوندن به منافع بریتانیا در ایران بود، مثل چاهای نفت. و بیکارم ننشستن آلمان و عثمانی، یک کارت داشتن برای بازی در این جنگ، اتحاد امت اسلامی، و به بهترین نحوم از این کارت خودشون استفاده کردن. با تحریک آلمان و البته همکاری عثمانی، علمای نجف متقاعد شدن که اصلا این جنگ کفار و اسلامه. چرا اینطوری فکر کردن؟
کارگزاران آلمان شایعه کردن که قیصر آلمان که اسمش ویلهلم دوم بود در زمان جنگ جهانی اول، در واقع قیصر آلمان ویلهلم دوم بود. این ویلهلم دوم شایعه کردن که مسلمون شده و رفته مکه و حاجی ویلهلم صداش میکردن. واقعا حاجی ویلهلم صداش میکردن. خب حالا این سیاست آلمان در کنار همکاری عثمانی باعث شد که در واقع اون علمای نجف متقاعد بشن که این جنگ واقعا جنگ کفار و اسلامه و فتوای جهاد صادر کردن، هم علمای شیعه هم علمای سنی. و خیلی هم در واقع نقشه آلمان اینطوری گرفت. چرا گرفت؟ از یه طرف مردم ایران از روسیه و انگلیس به شدت متنفر بودن، طی سالهای زیادی چپاول کرده بود ایران رو هم روسیه هم انگلیس، و از طرفی دولت آلمان به عنوان یک قدرت برتر نظامی که سابقه استعمارگری هم نداشت برای مردم ایران جذاب به نظر می رسید. با شروع جنگ قحطی در ایران فراگیر شد. شمال ایران که میدون نبرد عثمانی و روسیه بود. خب غلات هرچی داشت اون منطقه میگرفتن. برای چی میگرفتن؟ سربازاشون زیاد بودن، باید غذا میدادن به سربازاشون. غلات منطقه رو به زور میگرفتن میبردن برای سربازاشون. علاوه بر اون هرچی چارپا تو منطقه هم بود میگرفتن، برای حمل و نقل خودشون استفاده میکردن. و این باعث شد که اولا هیچ غلاتی برای خود مردم نمونه، دوما اگرم میمون یه مقدار اندکی نمیتونستن اینو اصلا ببرن به مناطق دیگه ایران، چون اصلا چارپای دیگه نمونده بود. و این باعث شد که یک بحران ایجاد بشه در ایران، بحران مواد غذایی. از یک طرف خشکسالی هم اتفاق افتاد، چند سال پشت هم بارون نیامد. و علاوه بر این که این خشکسالی باعث شد میزان محصولات کشاورزی کاهش پیدا کنه به طور چشمگیر و این هم به این قحطی پیش اومده دامن بزنه، علاوه بر اون به خاطر کمبود آب مردم به خصوص در روستاها مجبور بودن که از آبهای آلوده استفاده بکنن و این باعث شد بیماری وبا دامنگیر مردم ایران بشه و فاجعه‌ای به بار بیاد که طی اون 10% جمعیت ایران کلاً از بین برن و در روستاها هم بیشتر بود این تلفات. یعنی به خاطر اینکه امکانات بهداشتی نبود، حالا تو شهر یه بیمارستانی، یه درمونگاهی چیزی بود، دکتری بود، تو روستاها دیگه هیچی نبود، یعنی بیمار میشدن میمردن. به خاطر همین تعداد تلفات در روستاها خیلی بیشتر بود. گزارش هایی که از اون دوران هست میگه که در روستاها خصوصا اونقدر تعداد مرده ها زیاد بود که مردم دیگه نمیتونستن این مرده ها رو دفن بکنن، یعنی دیگه زورشون نمیرسید، انقدر زیاد شده بود. و در بعضی روستاها مردم به مرده‌خواری روی آورده بودن. اونقدر اسفناک بود وضعیت ایران که زمانی که شوستر وارد ایران شد، آقای شوستر یک اقتصاددان آمریکایی که در همون اواسط جنگ جهانی اول وارد ایران شد برای اینکه اوضاع اقتصادی ایران رو یه سرسامونی بهش بده. آقای شوستر همین که وارد شد اولین چیزی که گفت باید بهش رسیدگی بشه مسئله نانه و اعتقاد داشت که تأمین نان ارزان و فراوان شیشه عمر کابینه های دولت در ایرانه. قحطی که شد تعداد اشرار هم زیاد شد در کشور. هر کی زورش میرسید تفنگ داشت دست به غارت میزد، اموال و مواد غذایی افراد ضعیفتر رو غارت میکرد. روس‌ها هم همراه این غارتگرها بودن، همراه این اشرار بودن. جالبه، هم روسیه به عنوان دولت متجاوز وارد ایران شده بود و کنترل مواد غذایی رو به همراه انگلیس به دست گرفته بود، هم از اون ور با اشرار همراهی میکرد در غارت اموال افراد ضعیفتر. عجب آدمی بود روسیه. از اون طرف انگلیس هم سربازای انگلیسی دستشون به هر روستایی که میرسید دست میزدن به غارت، یعنی زورشون میرسید غارت میکردن. هرج و مرج بود اصلا در کشور.
عثمانی هم از اون ور مناطقی رو که اشغال کرده بود مالیات هایی رو بسته بود، مالیات هایی رو از مردم میگرفت که کمر مردم رو واقعا شکونده بود. یک صاحب منصب عثمانی زمانی که رئیس نظمیه کردستان به شکایت میکنه بابت رفتاری که با مردم کردستان داره و ظلمی که داره به مردم کردستان میشه، این صاحب منصب میگه مگر شما هنوز ندانسته اید خون یک نفر عسکر ما در هر کجا که ریخته شد آن مملکت خونبهای آن یک نفر عسکر ماست. بله اینطوری بود. اونقدر مصیبت کشیدن مردم این سرزمین در طول جنگ جهانی اول که اگر من بخوام همش رو تعریف کنم خدا میدونه از تو چند تا ویدیو در بیاد. جنگ جهانی اول سراسر رنج بود برای سرزمینمون ایران که شنیدنش واقعا دل هر ایرانی رو به درد میاره. امیدوارم واقعا روزی برسه که در هیچ کجای جهان هیچ جنگی وجود نداشته باشه. توی ویدیوی بعدیم میخوام در مورد هیتلر صحبت بکنم و به ابعادی از شخصیت آقای هیتلر بپردازم که شاید تا الان جایی نشنیده باشید. کانالمو پس سابسکرایب بکنید که به محض آپلود ویدیو ازش باخبر بشید و با لایکاتون بهم انرژی بدید. تا ویدیوی بعدی بدرود.